سلمان خان یکی از مشهورترین و محبوب ترین بازیگران بالیوود زندگی و کارنامه پرباری داشته است. در اینجا 10 واقعیت جالب در مورد او آورده شده است. بریم که داشته باشیم. شروع زودهنگام بازیگری. سلمان خان در سن 23 سالگی با فیلم مین پیارکای وارد دنیای سینما شد و خیلی زود به شهرت رسید. 2. خانواده هنریه. او از یک خانواده هنری آمده است. پدرش سالیم خان یک نویسنده مشهور و مادرش سوشیلا چاترباجی یک بازیگر بوده است. 3. خواننده و مجری. علاوه بر بازیگری، سلمان خان در زمینهای خوانندگی و مجریگری نیز فعالیت داشته است. او چندین آهنگ برای فیلمهایش خوانده و برنامه‌های تلویزیونی محبوب مانند بیگ باس را اجرا کرده است. 4. علاقه به ورزش. سلمان خان به ورزش بسیار علاقه دارد و به طور منظم ورزش می‌کند. او در رشته‌های مختلفی مانند بوکس و یوگا فعالیت داشته است. 5. بنیاد خیریه. او بنیاد خیریه‌ای به نام بینگ هیومن را تأسیس کرده است که در زمینه‌های مختلفی مانند بهداشت، آموزش و کمک به افراد نیازمند فعالیت می‌کند. 6. عشق به حیوانات. سلمان خان عاشق حیوانات است و در مزرعه‌ای که دارد به نگهداری از انواع حیوانات می‌پردازد. 7. طرفدار دوچرخه سواری. او طرفدار دوچرخه سواری است و اغلب با دوچرخه در شهر حرکت می‌کند. 8. جنجال‌ها. سلمان خان در طول زندگی حرفه‌ای خود درگیر چندین جنجال شده است، از جمله پرونده‌های رانندگی خطرناک و شکار غیرقانونی. 9. طرفدار بزرگ کریکت. سلمان خان یک طرفدار پا قرص کریکت است و اغلب در مسابقات کریکت حضور پیدا می‌کند. 10. تاتو. او چندین تاتو روی بدنش دارد که هر کدام معنی خاصی برای او دارند. سلمان خان با شخصیت کاریزماتیک و محبوبیتش یکی از چهره‌های شاخص سینمای هند است. او با بازی در فیلم‌های مختلف و فعالیت‌های اجتماعیش جایگاه ویژه‌ای در دل میلیون‌ها نفر به دست آورده است. خب داداشا و آبجیای عزیز، رسیدیم به آخر این ویدیو پر از دانستنی‌های باحال راجع به سلمان خان. کدوم یکی از این خبرها براتون عجیب‌تر بود؟ نظرتون رو کامنت بذارید تا بدونیم چقدر حال کردید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و چنلمون رو سابسکرایب کنید تا از کلی ویدیوهای باحال دیگه جا نمونید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدارتون.